دستش تا همون عرق استکان است و همون قضیه با چی میگن تاس میگن خودش کلاییده موازنت گم شده که تمام شده که بیچاره جگر عذاب داده عذاب کشیده است و حرام چیز چخیر تازه کردن عذاب کشیده است جگر همین عذاب کشیده است عرق خورده حرام هم خداوند چی حرام کرده که باشد همون خوردگی آدم جگرش همین خیلی عذاب میکشد که برای که او آدم مقدس ذات است من گفتم که فضل خداوند است هر یک چیز حرام تازه کردن جگر بسیار عذاب میکشد اما عیناً حرام چیزا رو تازه کردن شب و بعد همون چشماش من خیل اوریزون اینجاش خلطه از دنیا بیزار دهناش تلخ خمیر میگن همون چیز مانده شدن جگر است همین خیلی بسیار تکرار شود بعد جگر ما نمیگودم چیکار میکنم مانده شدن من هم میگم جگر مرد باید آدم هم میمرد تمام بعد آهسته تازه کردن نه اوسپیت هم نمیکنم مانده شده یک عربا را حی کردن چی میشه و جزیر لاغر شده میاد آخر جگر که فعالش گم کرد دیگه اعضا همش ماتم میشن همش اتکر میکنه از پا برای که زنجیر کنده میشه و میمرد جاش تا مرده نشم برای همون موازنت عقل هم خداوند چه حرام کردگی باشد همون موازنت عقل ویران میکنن او اگر عصبی شدگی باشد ایزا پسیخوتراپی دارو با عادت میکند یا خلاف پسیخوتراپی دارو قطعی ایزا خواب میکند پسیخوتراپی دارو میخورد برای که نیرو اسپاکویت کردن یا که عرق میخورد عصب تینج میکنن نمیداند که موازنت عصب ویران کرده است یا که داروی هر خیل داروی دکتر نزد کرد گفته خوردن میگیرد این دارو میشد گفته موازنت عقل و خودش 15% ورد شد دوا میکند خلاص انسانیت سبب میشد خدا سبب میشد 15% سبب ورد شد قطعی ما شفا میاریم سبب خداوند است درد در آمدنش هم خلق اطوار ما باید ما پشت خدا ماییم لیکن سبب شفا یافتن از خداوند است بندش سبب میشه همون بندش هم طبیبای هم 15% سبب میشه شود نباشد خدا ما کسر میکنیم خدا ما لیچی شفا میاریم و برای که دور خداوند آفریدگی چیزا مبارزه میبرد اون مبارزه نبرد مبارزه تماما اعضای مبارزه نبرد آدم هم لیمف و وزنی گفتگی پردخنیتر دارد الان چند تا پردخنیتر داریم خدا نگهبان باشد اگر کسانی سپید میگن همون ایمونیتت همون برزید دردا مبارزه میبردگی پردخنیتر میسوزد همون ویروس سپید همون چیز سپید گفتگی چیز همین حرام چیز که برای که خلق و اطوار انسان ها و آمدگی درد خداوند روان کرده عقلت نفس وای کنی میفهمی که همون خداوند خودش روان کرده که همون درد برای کی؟ برای حراما از دست حراما از دست زیناکارا یک حیوان بهانه شد و همون سپید پیدا شد که او ویروس سپید اگر آدم به چسبید همون چند تا پریدخنیتر باشد همون فهمیده بگیریم لیمف و وزلی میگن همون چیزا پریدخنیتر انسان اگر همون سوزد همون میسوزاند عینا همون ویروس سپید سوزد یگان درد به خط مبارزه بودن نمیتواند ارگانیسم برای که او عسکران مرد در دنیا قلعه همش نیست و نابود کرد بعد یک ویروسی همون و زوره بعد اما انسان بعد اگر سرش درد کند درد سر به دوا نیست برای بعد اگر دل درد کند درد دل به دوا نیست اگر جگر درد کند درد جگر به شفا نیست ویروس او را
اما предохранитель уже سوختگی میاد. انا همین یک بلایی که تا حاضر او شفاش یافتن نمیتونن نیافتن بنده. میگه وقت میشه سیویلیزات نمیدونم. سمادرش предохранитель اگر یافت شده شود میگه آدم 2 سال 3 سال زندگی میکنه. سپید گفتگی گپ علمونه فهمیدین بچه‌ها؟ خود شناختن در کار بوده است؟ اکنون هر یک چیز روحی نظریه قطعی اول روحی بعد جسمی. اول جسمی یا روحی. فهمیده؟ همون رگ انسان در خون گردش خون در مالی عبارات پس عبارات دو خیل عبارات گردش خون هست در تنه ما. الان در همون گردش خون در نرو هست. продолговатый نرو میگن. نرو دراز هست. او را میکروخیروگا پیوند هم میکنه. مثلا همون کنده شد. خدا نگهبان باشد. مثلا آدم میونش کنده شد. میون یا که ویب شد و همون продолговатый نرو کنده شد. او را میکروخیروگا اپراسیون میکنه. همون پیوند میکنه. خوش کار میکنه. یا دست برآمد و شکست اتکلت پیروان شد دست از کار برآمد برای که продолговатый نرو کنده شده اینجا یک تالای و موی بایی نرو هست و میکروخیروگا پیوند میکنن اگر توبری پیوند کنند همه کنند اگر ناتوبری پیوند کنند این خیل میکنن میگن این خیل میکنن بگوید دستش این خیل میشه معنا پریکرد میتونه نیپرانه соединяться میشه ناتوبری соединяться کرده ما فهمیده استودین اگر هم طبیب ناتوبری اگر پیوست کند هم نرو معنا این خیل کردن نمیخواد دست این خیل میشه پچینه نمیکند ارگانیسم اگر این خیل کردن خواسته یک چیز خواست و این خیل در هم بردن خواست دستش این خیل میکنه برای این خیل کردن و معنی پتکوچت کردن این خیل کردن این خیل کنند بعد دستش اینجا بمیده همین خیل اگر ناتوبری اگر حاضر طبیعت تمام درجه هم رسیدگی تمام در رسیدگی خیره شدگی رسیدگی باید میکنه خیر باید او اما اگر پریویست نیرونا هست این دیگه این پیشش در ساخت ایمپولسات مثال او ساخت شیشته تلفن زیر میکنی چرا رادیو включаться میشه تلفن زیر میکنی اینا ماتریال میداره این عضوان پریویست نیرون هم دارد اما معنا قطعی وابستگی دارد معنا این قطعی وابستگی دارد و مثال خدا نگهبان باشد کسری اینطور شد که یک رگ خونگردش رگ کفیده شد عیبی خودش قطعی وقتش تا دلینش کفیدگی نه وقتش تا ورزش خطی مشغول شدگی نه غذا را ندانستن خوردگی و دلین خون بلند میشد یا که پیری خطی در وقت پیری هم خود ندانستن در خود آدم خوراک خطی همه چیز اگر توبری کنی خدا نشد داند نمیموند دلینش خیزانده بسیار همش بیده شدن که سبب خداوند میشد و عیب خودش بسیار الان همون رگ یک کفیده شد که همون راه پریویست نیرون خون زیر میکنه الان از معنا آمده او اگر راستی ما چپ اداره میکنه چپی ما راستی ما اداره میکنه اگر همون گردش خون پریویست نیرون راهش اگر چپ زیر کرد همون خونه قاق شده ما همون راهش محکم کرد کدام طرف کار نمیکنه راست کار نمیکنه اگر چپ شه اگر راست شه اگر طرف راست او اداره میکرده که
چیزا همون گردش خون майда خون رگچه هم کفیده شد و راه پریرفت نیرون محکم کرد. کدام طرف کار نمیکنه؟ چپ طرف کار نمیکنه. اگر هر دوش اگر زیر کردم مانه آدم نمیره. برای که راه با بچه ها این اکنون طرف روحی بمیکنه. در همون گردش رگای خون گرد با یک رگ داره. رگ روح هست. ساز گوش کنید اینا از یاد نبرید. برای که انسانیت و از همه ضرورتر دانستن اینه. برای که خداوند ان همون رگ و ان همون در 34 تا رگ هست. در همون رگ خون میگرده. در همون رگ روح میگرده. روح انسان میگرده. هر یک روح انسان در همون رگ میگرده. یا زویر جان باشد روحش در همونجا میگرده. در تنه میشد. از تنه برآمده نمیفته. فقط خواب در سیل روح میشه. یکی خواب میبینیم که تنه مرده روح ما پرواز میکنه. از همون رگ میبره. بعد سیل میکنه. سیل عالم میکنه. با بیدار جسم با بیدار شدن در ماتریه با بیدار شدن در با جای خودش به روح میداره. همون رگ به میداره. فهمیدیم؟ انا همون با خداوند تقریم مانده. همون روح که میبراید او مثال هست که کسالای هست که